متاسفانه به خاطر قوانین جدید اینستاگرام تو روزهای گذشته خیلی از صفحات کاری به خاطر نقض مالکیت معنوی برای همیشه مسدود و بسته شدن. حالا اون دسته از پیج هایی که به اشتباه به خاطر حالا حسادت و ریپورت همکارانشون مسدود شده بود رو ما تونستیم برگردونیم، ولی اون پیج هایی که واقعا تخلف کرده بودن دیگه قابل بازیابی نبود. برای همین صدای کاربرا تو کل دنیا در اومد و اینستاگرام هم اومد یه راه حل گذاشت براش. گفت شما بیاین برند تجاریتون رو توی سایت متا ثبت کنید و از اون به بعد دیگه برای همیشه از شر این ریپورتای فیک خلاص بشید. تمام کسایی که تو اینستاگرام کار میکنن، پیج کاری دارن، چه اونایی که کار خدماتی انجام میدن مثل سالن‌های زیبایی، چه کسایی که آنلاین شاپ دارن و یا اونایی که آموزش میدن، لازم و ضروریه که این کار رو انجام بدید. برای ثبت برندتون هم میتونید روی کمک ما حساب ویژه کنید.